این سلیمان سیدغازیوف است که در شعبه دلیل‌های شیعی تشخیص دادگاهی سقط کار می‌کند. او بعد از ادای خدمت سربازی و آموزشگاه طبی سال 1993 فعالیت پزشکی را در بیمارستان شهر اصفهان شروع کرد و بعد از 10 سالش برای تکمیل کسب به شعبه بیولوژی دانشگاه دولتی خوجند آمد. او تا حالا مقیم این شهر است. هرچند بسیاری ها او را به عنوان هجونگار گروه خندین کمان میشناسند، اما او به حیث طبیب در آشکارسازی عاملان لطکوب دهها ساکن منطقه مساعدت نموده است. هم طبیب بودن هم هنرمند بودن برای من خیلی دشواری هم دارد و هم ندارد، گویا هم خطا نمی‌کنیم. هر یک کار صنعت خود را دارد. من هم خیلی از همان دوره‌های مکتب خوانی استعدادی همین صنعتکاری هم بود. در همان مکتب ها هم در چاره‌بینی ها اشتراک می‌کردیم. سلیمان طبیب را تنها یک دو هنرنماییش در چاره‌بینی‌های فرهنگی بیمارستان شهر اصفهان، اول به محفل حاضر جوابان جنتلمن‌های اصفهان، بعدتر به تئاتر مردمی آنجا، پس از آن سال 2003 به تئاتر هجوی خندین کمان و تا صحنه‌های بزرگ دوشنبه و مسکو برد. اما موفقیت‌های بلندتر را در پی فاحشه‌سازی‌های کمبودی و معماهای زنان و دختران و مادران خوشدامن‌های تاجیک در نقش‌های هجوی او برملا می‌گردید به دست آورده است. لباس مادرم را من نپرسیده از خانه به جای درکاری من گرفته که مادرم لباسشون گفته نمی‌یابند، لباسم گم که گرفته باشد، نمی‌دانم که من به صحنه برده گیریم باشم. اولین نقش مادر بود. انا بعد هر دیمان عزیزم یا توبه به یکی از مهمان خانه های 5 ستاره قیمت ترین مالت رفته. یا پیرم یک نمره قیمت ترینش را گرفته. قصدار شده. پگاه روز وقتی که آفتاب نور پاشی میکند، من از خواب میخیزم و شما باشید در یک دست لالیچه قند و مویز میارید و در دیگر دستتان قهوه کوشای درگاه میگوید. من باشم با ناز و کرشمه از خواب میخیزم. گوش کن، من همون گاوی توی زدگی میفروشم پگه. من پگه وی میفروشم توی موزد گونی اختصده. کدام گاوی زدگی؟ من هیچ خیل گاو نزده است. انا همین دشمن همین زنی خدا حالا درست شدی که غیری توبه. یک بارک سریال کنم گفتم نشد. در جاده صنعت زن دختر علال خصوص نمیتواند تابع دل خود کار کند. خیلی مردم هر گونه آوازه ها میکنند. فهمیشی مردم آیید دختر زن در صحنه سرود خواندن یا نقش آفریدن نمیدونم از چه سبب باشد که فکرهایشان ویران میشود. برزم این سلیمان رقاص ماهر است و الکی به درجه استادی هم رسیده. وی اجرای رقص‌های مردانه و زنانه را در تمام ژانرهای سرودهای ملی و اروپایی بلد است و استادش در این ساحه هنرپیشه شایسته گلندام ایوب جانوه می باشد. خودی که وی گوید همین زنهای دل و ویش بسیارتر میفهمیده که بچه برای من بگمانم برای همینم هم رقص‌های دخترانه هم ناز اجرا میکرد، اما مردانه هم ناز اجرا میکرد. حرکتش بسیار استوار، سخت، دستای خوشروی مردانه داشته میتونست. برای همین من فرق کرده نمیتوانم که یا اینش وی نقص اجرا میکرد اینش یا بدتر. Na
اما از همه هنری والای او تقلیدکاری به حساب می رود که می تواند تمام هنر و سرودخوانی زنان و دختران آوازخوان را با حرکت ها و میمیکه هایش اجرا نماید. یگانه یاور و همدم سلیمان در ساحه هنرمندی زوجش مبارک سید غازی و است که با هم طول 22 سال باز زندگی دارند و 2 فرزند را یک جای بزرگ کردند. مبارک بعد از ختم مکتب میانه یگان دانشگاه را نخوانده است، ولی او هنر خوب پردازگری و طراحی دارد که برای اکثر نقش ها و صحنه های شوهرش لباس انتخاب کرده و او را برای برآمد نمودنش روی صحنه آماده می کند. خودشان برندگی خواندگی یاردم میکنن، نشان میدن. من سونی سنگای خودم وای مفصل میکنم. آرامتیه منم سنگای منی های یه رفته خریده آمده می چی میگوید گمانند شود، خوشرو برود برای مخلصانشان معقول شود. کمی خوشبختی عالم تینج باشد. شوهری مهربان دارم، 2 فرزند دارم. همین خوشبختی برای من. سلیمان از حساب فعالیت طبی و هم از حساب هنرنماییش همگی در یک ماه 600 سامانی معاش میگیرد که آن هم طول 15 سال فقط صرف اجاره پولی منزل استقامتیش گردیده است. ولی همگی 6 ماه پیش از حساب ریاست تندرستی ولایت سوخت در نزدیکی کارگاهش به او یک حولی دادند که آن هم به حیث خانه خدمتی است و حق از خود کردن را ندارد. ما حالی اجاره گشتیم، اجاره شدیم. ای خدا را شکر میگویم، من سنتی ما را قدر کرده. 6 ساعتی زمینی قاق دادن از دشت. اکنون با وایبه پول یا وایبه خیشت خر، سیمان خر، استاد درار همیوه با کارش از کجا پول. سلیمان اساساً برای پیشبرد زندگیش در توی و معرکه ها سرودخوانی و رقص میکند و گاه گاهی از سفرهای هنری حقموز به دست میآورد که به گفته خودش به تأمین پوره زندگانیش بسندگی نمی کند. فرزندانش نیز میگویند چون این زحمت پدر را میبینند و مشکل زندگانی را با هم میچشند، هیچگاه نمیخواهند که کسب هنرمندی او را ادامه دهند. دختری کلانی سلیمان شادانه در سال 3 شعبه دیپلماتی دانشگاه دولتی خوجند تحصیل دارد، ولی پسرش امیرجان اختصاص طبی را انتخاب کردن میخواهد. خود سلیمان نیز که عنوان اعلاچی فرهنگ را دارد، نمیخواهد شوق هنرمندی را در ذهن فرزندانش بیدار سازد.